بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و بینندگان گرامی. خدا کنه لحظات خوش را داشته باشین. امروز بخیر روز عید است که میخواستم که پیشتر از پروگرامایم که به تعویق افتاده بود و نتونستم که پروگرامای پیشتر خود پیش ببرم چون روزه بود. بر شما معلوم است که در ماه مبارک رمضان باید همیشه همگی وقتی که انسان روزه میگیره باید از زبان از همه چیز باید روزه باشه چون ما شما مسلمان هستیم. از طرف خود برای همگی تیم افغان تیوی، برای همگی دوستان که در داخل کشور و در خارج از کشور هستند، عید سعید فطر تبریک گفته. خدا کنه همگیتان دارای لباس عافیت باشید. خب دوستان عزیز، خدا کنه که عید به خوشی و به خوبی سپری کرده باشین. کسایی که از یکی دیگر دور هستند خداوند تعالی اونها را صبر بده که دوری خدا نام هم انجای کنه. و امروز بر شما پروگرام ایده که پیش میکنیم و امروز من خودم شخصا حاضر شدم که باید پروگرام ایده من باید بر همگی دوستا تبریک بگویم. خداوند تعالی همگیتان خوش داشته باشه. خود دوستان عزیز، امروز میفهمید که مهمان برنامه ما کی است. مهمان برنامه امروزی ما شکریه سلطانی است که البته همراه ما امروز در برنامه شیشته که خواستم که ما باید در برنامه روزی در همراه خودت باید بشینم. ما گفتم که خوش آمدید. خب شکریه جان سلام. خب تشکر. نخست از همه من برای تمام هموطنان عزیز خود عید سعید فطر برای تمام تلویزیون افغان تیوی از صمیم قلب تبریک میگم. امید است که روزای عید بر بسیار خوبی و خوشی همراه فامیل خودم سپری کنم. درست است. شکریه جان، برای من خواهی هیچ عید تبریکی نگفتی؟ من چرا نه. من قبلا که پیش از اینکه در استودیو بیایم اولین بشه بر خالت کردم. تشکر شکریه جان. و هم از طرف خود ما حال عید برای خودت تبریک میگم. خدا کنه که عیدت به بسیار خوبی گذشتانده باشی. کجا رفته بودی؟ در عید چی کردی؟ والا نام خدا از ما خب فامیلا خب بسیار زیاد از بعضش در خارج، بعضش از در کابل. خانه یاسمی جان خودم هم میفهمی که یک فامیلی که بسیار من برای اونا احترام قائل هستم که البته دوستا عزیز من چون خبر دارن ندارن. یکی از دو فامیل از افغانای خودم هست، اتر فامیلای پاکستانی هم هست. منتها چون گفتگو از افغانای خودم هست و اون که اول دیگه براتون معرفی کنم که خود یاسمین جان است همراه فامیل محترمش و یک فامیل دیگه است که چطور براتون بگویم که اگر چی که از قوم نیست مگم فامیل هست، فامیل افغان است. افغان است که اونا فعلا خارج از وطن هستن دیگه. برشان از این عالم دور به تمام مسافرینی که در کشورهای خارج زندگی میکنن ما برشان از صمیم قلب برشان عید برشان تبریک میگم. خب شکریه جان، در عید خودت جای رفته بودی یا نه؟ خب روز اول عید است و حتما آدم جای میره. اینمی عنعنات رسم و رواج خود ما و شماست که از تمام دنیا افغان ها خب میفهمین که اینمی رسم رواجایی که خداوند برای ما و شما داده و یک چیز است که از اون ما هیچ وقت بردبشی نمی کنیم. حتما جای میریم خانه دوستا و یک گپ است که عید به معنای اینمی است که یک برای نفر مقابل یک چانس دوباره داده میشه. اگر دو فامیلا بین هم مثلا یعنی دو فامیلا بین خود نیستن چی باشه خانواده نمی داشته باشن قهر و این گپا، اینمی را خداوند بر اینمی نازل ساخته که وقتی که پورا بعد از یک سال وقتی که ماه مبارک رمضان میایه برای هر بنده خود یک موقع میده که این یک ماه مبارک رمضان به عبادت و به تماما دل پاک و صاف و با نیت بسیار خوب همراه دوستا دوباره میتونی که از طریق این امید یک رفت آمد و یک گپا دوباره شروع شد. خب شکریه جان، در روز عید البته میخوایم که بر دوستا بشنوانم که در روز عید که رسم رواج ما شما می باشه که در روز عید باید چی کنیم و افغانا خصوصا چی میکنن؟ رسم رواج افغانا چی است که در روز عید باید چی کنن؟ میتونی برام ارائه بدین؟ چرا نه. یاسمین جان خودت خوب میفهمی که در قدم اول تمام افغانایی که چی در افغانستان هستن
و چی از افغانستان بیرون که زندگی میکنن، اینا همه رسم و عنعنات کلچر خود اذیت نبودن که من برشان احترام قائل هستم و خودم هم که در فعلا در اسلام آباد زندگی میکنم. امرای دیگه افغانا خب میفهمیم که پاککاری است. خانم افغانا خب یگانه که به تمام دنیا که یگانه یک مثالی که ما داریم که همین یک دو هفته که میمانه قالین شویی و پوش و دوشک شویی و پرده چنچکو دیگرت خانه را ایگه پا حتما دیگه بسیار پاکخور و مست شکریه جان که پیش از این دیگه در ماه روزه دیگه چسبیده بودی کلگی پاکاری و گپا میکرد دیگه. خب همون معلوم میشه. خب این اصل نظرتان است یاسمین جان. حتما چرا نه ما تمام خانمایی که هستیم به شمول خودت همه زنهای افغان بسیار زیاد زحمتکش هستیم. یقینا که نظافت جزئی شک نیست شکریه جان واقعا راست میگی. پاکاری دیگه یک چیز ضرورت با خصوصا که ایت یگانه میشه و بعد از این که خودت که طرف منزل میبینی، طرف آشپزخانه خانه که میبینی، اما خود آدم از نظامت خود آدم لذت میبره. کاملا درست میگی شکریه جان، واقعا راست میگی. باز در روز عید که شود چی میکنه مردم؟ دوستا خانه یکی دیگه میره و میایه یا نه یا چه قسم؟ بله یک چیز واضح است که چون عید است دیگه اگر که نریم باز اگر نمیشه خو رفتن حتما این سوال اول است که یک رسم عنعناتی که در مردم ما افغانا هست که اگر از مادر دور جدا زندگی میکنن بچه ها یا دخترها، یعنی این که سال بعد یک دفعه عید میاد دیگه حالا نام خدا دنیا ترقی کرده دیگه، حالا هر کسی ببینید هر روز شید است که لباس خوب بپوشی نان خوب بخوری، به نظر من اونم هر روزش به شیدش است. خب افغانا باز در عید لباسای نو جور میکنن یا نه؟ یقینا چرا نه. وقتی که سال بعد اتفاق اگر یاسمین جان در حقیقت اگر دیده شود لباسی که بخصوص خانم‌ها گرچه که خودم یک خانم هستم یک لباس را که در یک جایی که میبینم بسیار خوشم میاد، من منتظر از این نیستم که عید بیاید، اونمو که میپوشم خوشم میاد، اونمو فکر عید است. باز عید چون یک برنامه است، یک رسمی است که خداوند برای ما شما ایره همونطور یک فرموده که برای خاطر از این یک بانه میشه یک چیز. دخترها طفلای خودچوری میپوشن و خینه میزنن و میگه پا دیگه دونمو ایده دیگه نمیده اید میگه. دوستای عزیز نگفته نمانه که من بسیار چوب هستم و من خودم زیادتر گپ نمیزنم. میخوایم که کل گپا را از دهن شکریه جان بشنوین. به خاطر از اینکه شکریه جان از پای امروز میمان برنامه من گپای من زیاد شنیدین، میشه که از من خسته شده باشین. به اون خاطر از شکریه جان زیادتر سوال میکنم که باید شکریه جان جواب بده و شما بشنوین که شکریه جان چی میگه. خب شکریه جان، همین کسی که مثلا جنگی میباشه دید باز در روز عید آشتی شدنش چه قسم صورت میگیره و چی میکنن؟ در پیش پدر مادر میرن. بعضی کسا بسیاری مردم های هست که جنگی میباشن، حتی روزا ما سالا گپ نمیزنن با یکی دیگر، لیکن به قدرت خداوند روز عید روز است که روز بسیار خوشی است که از طرف خداوند برای همه مسلمانان جهان این روز جور شده و اونا که هستن جنگی می باشن پس آشتی میشن. اما درست؟ یقینا یاسمین جان بسیار خوب گفتی. این طور است که امی حالا یک زمان آمده که خفه شدن و جنگی بودن این گپا بسیار آسان کار است، اما کس کوشش کنه که برد از او کسی است که اگر نفر مقابل پیش یک کس میره که یک مذرخواهی یا خصوصا به روزی که دوباره اونا وقتی که دو نفر به هم دیگر که نزدیک میشن میبینن و خاطر مبارکی میکنن، اینا تمامش از اینا نمایندگی نظری میکنه که پشتر هر گپی که بود از یاد ببرن تا که نه روز نوا که میآید دیگر روزایی که می ماهایی که می اون رو بتانن دوباره از به حساب یعنی سر نو دیگه زندگی را یا من عین یک زندگی وارسته چون زندگی است مجبور شکریه جان بسیار امروز لباسای مقبول پوشیدی
و امروز میفهمین دوستا که شکریه جان امروز مثل امو خانمای کوچی افغانستان وار معلوم میشه. تشکر، سلامت بسیار مقبول لباس پوشیدین. سلامت باشین. خب امروز ما بسیار در ایران مانده بودم. اصل شکریه جان اید شما کردید. چطور؟ به خاطر که لباسای افغانی پوشیدین. خب سلامت باشی. یاسمین جان قنده شد که وقتی که شما بر من زنگ زدین من ایران مانده بودم که چی بپوشم. باز چون مسئله چی میگن برنامه بود و دیگه ما مسافر هستیم، از وطن دور هستیم، هر چی که همون کلچر و عنعنات ابی وقتی که شکریه جان اید میشه بسیار امی اسلام آباد خالی میشه. وجه از چی است؟ خوب سوال کردین. وجه از این است که بسیاری از مردمای اسلام آباد اینا بعضی مردم فکر میکنن که در اسلام آباد چقدر بیروبار است و این گپا. نیم اسلام آباد اگر دیده شود اونا خانهشان اینجا نیست، خانهشان در دور از اسلام آباد می باشه. به خصوص خودم که این از کابل هجرت کردیم دیگه مهاجر هستیم، این هستیم و به مثل ما بسیاری از افغانای دیگه و به مثل ما بسیاری از پاکستانی های دیگه که در اینجا که زندگی میکنن اونا خانهشان نیستن، در جای دور هستن. در روزی که میشه هر کس میرن طرف خانه خود. لیکن متاسفانه شکریه جان ایده برای تمام مردم خود تبریکی گفتی، لیکن برای خواهرها و برادرای پاکستان هم که است در اینجا نگفتین باید شما تبریکی برای زنان بتین. خب بسیار خوب. یک سوال است که ما میخوایم به زبان اردو، اگرچه که اردوی من قدر زیاد صاف کلیر نیست. نه اردو شما صاف است نسبت به من اردوی خوبتر و روشن‌تر گپ زدن میتونیم. ما میخوایم برای مردم خود می پاکستان ما سلامای خود بگوییم. البته دیگه از دوستا و از کسایی که مرا لازم میبینن معذرت میخوایم که اگر کدام از حساب لسان اردو کدام اشتباه شود دیگه مرا ببخشید، چون که زبان خود ما نیست. درست است که اینجا هستیم منتها ما در خانه زیادتر به زبان خود ما همراه اولادام ما صحبت میکنیم، فارسی صحبت میکنیم. شما شوهرتان چیست، پاکستانی است یا افغانی؟ دوستا باشه یک راز شکریه جان بر شما افشا کنم من که البته شکریه جان باید از زبان خود بگوید که درباره خودم یک کم بگوید. حتما چرا نه. من میگم درباره خودم. در قدم اول ما برای تمام مردم پاکستان که بسیار مردم خوب هستن، ما را به سیاست و ایگه با غرض نیست که کی چی داره، چون ما در اینجا زندگی میکنیم. کسی که همراه ما خوب است ما هم خوب هستیم. افغانا درست است نیست دیگه که بیخی که ما چی نباشیم. چون همینجا زندگی میکنیم و حالا پاکستان دیگه همینجا اولادان درس میخوانن و ما یک سلامای جداگانه خدا که به زبان اردو قبلا هم بر شما ذکر کردم معذرت میخوایم. خب सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ उन सब पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी अवाम को कि इन्होंने हमें यहाँ मतलब रहते के बावजूद हमें इतने प्यार और हमें इतनी शफकत मिला इन लोगों से और उनसे मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं उन सबको ईद मुबारकबाद कहती हूँ. بسیار خوب. मेरी तरफ से भी و از طرف خودم ما برای همگی دوستای پاکستانی خواهران و برادران خود عید سعید فطر تبریک میگم. خدا کنه همگیتان یک عید خوب سپری کنین و عیدتان خوش بگذره دوستا. خوب شکریه جان، خودت در افغانستان در همه قدر مدت چقدر وقت میشه که خودت افغانستان رفتی و از افغانستان پس اینجا برگشتی؟ یاسمین جان خودتان میفهمین که وقتی که حالات در افغانستان خراب شد من در سالی که آمدم بسیار مخور بودم و قدر سن نداشتم. درست. و از آمدن من که به پاکستان از کابل که آمدیم از شروع دوران طالبا که خب رفت آمده جریان داشت میرفتیم یک بار حالات خوب میشد باز دوباره همونطور رقم بر هم میخورد حالات افغانستان به می ترتیب رفت آمده بود. تا زیادتر وقت ما بعد از دوران طالبان در پاکستان سپری کردیم و اینجا دیگه اولسیام شدیم و گفتین پیشتر که باش که اینا گفتن که از درباره زندگی خود بگوین. ما دو طفل دارم که یک بچه و یک دختر. نام بچه یک عثمان جان است و نام دخترک ما مفرا جان. خب
شوهرتان پاکستانی است یا افغان است؟ بسیار زیاد سوال شخصی نمیکنید شما؟ من سوال کردم که باید بفهمم دوستا که میمان برنامه ما کی است و کی چه قسم است، از کجا آمده، افغان خو است. بله، من افغان هستم، شوهرم پاکستانی است دیگه، اولادای درست است. خوب شکریه جان. یک چیز دیگه در امی ذهنم خطور کرد که راستی واقعا ما شما که بسیار زیاد ساعت ما تیر میشه در وطن خود. بله. ببین هر افغانای ما شما که در اینجا هستن کلگیشان از اونا فامیلایشان بسیار دور افتاده، از فامیل دور هستن. حتی تو روزایی میشن که بیچاره بسیار خسته میشن و ایت نمیفهمن چی کنه، حتی در اینجا یک جایم ندارن که به خاطر تفریح برن، چون روز اول دوم عید همه جا بسته می باشن و ایت جایم نیست که بیچاره برن در خانه شیشته بخی خسته میشن، میگن که چی کنیم. اصل عید کس در افغانستان زیادتر مردم به بسیار خوشی تیر میکنن، چون هر کس خانه پدر خانه بچه میره، بچه خانه پدر میایه، اینه متا عین چیز، خواهر خانه خواهر میره، خانه ماما کاکا خاله اینجا رفت آمد زیاد میکنه. باز متاسفانه خوبی و رونقش دهی است که امی هر خانه که میری چقدر به مقبولی در سرخان اوار میباشه و همگی میوه های که از خصوصا میوه ها در افغانستان چقدر میوه خوبش میباشه که حتی میری از خوردنش کنه سیل کردنش خوش آدم میام. درست؟ یقینا بسیار خوب گفتی یاسمین جان. امیال امیر رقم که گفتگویی که میکنی امرای من فکر میکنی که بعد افغانستان اینطور یک دلم میکنه که پرواز کنم برم افغانستان. خب اینجا اگرچه که خیلی شده جون گریان نکن. خب اگر گریان نکنم یقینا ملک است دلم گریان میکنه، چشمای رو عشق پر میشه که وطن است، چه خپل وطن کشمیر ده. واو پشتو. خب خیلی دیگه بسیار چقدر وقت پیشتر رفته بودین افغانستان؟ تقریبا 1 سال و 3 ماه میشه. 1 سال و 3 ماه؟ بله. که رفته بودیم. خب انشالله اگر زندگی بود تاریخ در پروگرام دارم که بس باید بخیر بینی؟ بر 15 روز دیگه دوستان زیاد نمیتونم. دوستان ببینی کلگی ده؟ بله بسیار زیاد. قصور عید روزه و همه چیز یک دفعه بکشم باید؟ یک دفعه بکشم باید. من خدا میبرم امرای خود. تشکر شکریه جان. خب شما در عید روز عید که می باشه میتونی که در شما پیشتر گفتین که یادآوری کردین که شوهر ما پاکستانی است. اینال به او صورت میتونم که از خودت یک پرسان رسم رواجی که از اینا می باشه در روز عید پرسان کنم از شما بگویم برم که اگر از ما افغانایی رقم رسم رواج ما می باشه، از مردمایی که در پاکستان است چه رقم رسم رواج دارن در روز عید چی میکنن؟ مردمای پاکستان خب بازم به مو شخصیت کریر خود از او برمیخوره که او چی رقم نه خیر است مختصرا بیان. واقعا است که چرا وقت دیر کردین شما؟ بله ما یک عمر واقعا دیگه کدام شک نیست. اینو به این سبی که مثلا که ما دو سرخانه که آراسته میکنیم با او ترتیب پاکستانی ها نیستن واقعیتشه، چون دوستا همه خودشان هم میفهمن برای پاکستانی ها هم هستن، اما به مو حساب خودشان اما یک چیزی که تیار میکنن اونو خوش هستن قدر که ما زیادتر خب مثلا نام بگی که اونا چی تیار میکنن؟ ما تا بال خانه کس نرفتیم در روزی به خاطر از این پرسان میکنم ما باید بفهم که اونا چی تیار میکنن. چرا نه اونا که هستن یک ما شما چی میگیم نمو فرنی و اینمی بیسکیت و پپسی و این چیزا را میتلون و در خانه شامی کباب میگن. با حساب ما شما چیزای نمکی با حساب ما شما شامی کباب میگن، با حساب از اینا کتلس میگن. خب اون کتلس جور میکنن و یک رقم امرای نخات و بانجان میرم بسیار باریک اینا. او چی نامش چی است؟ او به نام چنه چارت میگن. خب چنه چارت و کسرت ما شما اینا کسرت میگن، ما شما فرنی میگیم و در پالیش بیسکیت و نمو یک رقم چیزایی که از پاکستانی از دیگه. یک چیز بگویم که دوستا یگانه چیزی که از اینا هست نمی چنه چور میگن. چنه چارت میگن. اونو
سیمیانکاس اینی هست. باز دیگه در اونمو یک چیز دیگه هم هست، شیرخورما میگن که ما شما سیمیان که جور میکنیم ما شما و همراه شیر جور میکنن دیگه. اینمی چیزا هست دیگه. باز نانشان دیگه خب میفهمین که نانای تند تیز است و بریانی و دیگه اینمی چیزا هست. خب در افغانستان به صورت عموم مجموعاً تمام مردم امو ایده یک رقم میگیرن یا از ولایت های افغانستان ایدهشانه که تجلیل میکنه از اونو مردم های کابل فرق میکنه؟ ولی از ولایت ها خود قدر کدام خبر خاص ندارم، اما قدر که نظر به وقتی که در افغانستان بودیم چون اولاد امو خاک هستیم از افغانستان یگانه چیز اگر طرف سمت شمال رخ کنیم بگیم اونا فرق میکنه از افغانستان. اینی چیز است فمانتا اینمی که وقتی که میبری از خانه به دست طفلا در هر دستمال چاکلیت ها را میمانن و نقل میمانن دیگه. بعض اطفال قراره که ما بعض اطفال ها را دیدیم شکریه جان پلاستیکا در دستشان میباشه در هر خانه میرن کلگی میوه میتیشانه باز میوه پر میشه پلاستیکا باز خب حال اگر رسم رواج پلاستیک چون در وقت ما از خودت که خود بودی خب پلاستیک نگشتندی یعنی پلاستیک نگشتندی منطقه اما قدر یاد می که از فامیلای ما هست که در سمت شمال هستن، البته که از طرف مادر جانم اونا در سمت شمال زندگی میکنن. وقتی که من خود بودم امیر دیده بودم که اونم یک رسم داشتن، نانای ازبکی بوده و کلچای ازبکی که خانما کلچارش و خمیر میکردن و ازبکی و افتر نگو شکریه جان کمیال چی گفت یادم کردی دوستای قدر من خجوره خوش دارم خصوصا که در باین از او گرم اندازن بازور به بسیار مقبولی جور میکنن در خانه. یکی اون چیز است، یکی دیگه یک چیز دیگه هم از شکریه جان که خودت میفهمی نام خدا شکریه جان دوستا که از بسیار یک خانم کاریگر و بسیار همطور صفایی پسند مقبول کار میکنه و همگی آشپزی و چیزا را یاد داره. لیکن میفهمی چی را میخوایم که بگویم درباره گوش فیل که پخته میکنن اصلا مطالعه جور نکردیم راست میگین. خب تر سوال کل چیز همین تیار میایه و از نه بعضی کسا تیار میخرد لیکن بعضی کسایی هستن مثلا این افغانستان است در اطراف نا بیچاره رفتن نمیتونن کوتاه در خانه تیار میکنن. یقینا یاسمین جان قنعه تر است که همی آل بسیاری همی رسم رواج خود ما مردم البته که بسیار خود ما خرچه خود ما را خود ما سرخود زیادتر کردیم بسیار چیزا تغییر خورده به یک حساب خوب هم است و با یک حساب بگویم دیگه چی که مزاحمت ها کم شده و سعی کنم نان بازار هیچ مزه نمیده وقتی که در خانه نان آدم پخته میکنه چه مزه میده. گوشت فیل از گفتین اونا خمیر میشه باز تمام چی میگن زغالایی که ما شما تیار میکنیم او را از ماشین آش میکشیم و روغن سرخ میشه باز اون کسایی که دیگه بسیار حوصله داره این کارا میکنه بیکار هستن من خود این از دیگه والا اگه کسی که حوصله داره لیکن بسیار مقبول بالا میشه خصوصا وقتی که در سرخان مانده میشه و غوری گوشت فیل و هر رقم انواع میوه‌جات ما که میوه خشک ماست دوستا وقتی که امی سرخان بسیار با مقبولی هر چیز میمونن یعنی قدر خوشایند بر آدمی باشه که میگی هیچ نخورم طرفش سعی کرده برو ما مترس شد بیا جانی بسیار زد دوستان نام داریم یک رقم کاش ما کابل می بودیم. خب چی میگن هر کس ملک وطنش اینجا هستن دوستا افغانا همه اگی امو رقم که در افغانستان حیزت است و قدری گپا همینجا هستن. خب من تا بازم افغانستان یک رفت آمد نیست هیچ وقت کس در خانه کس رفت آمد نداره هر کس در گوشه خود شیشته هر کس اموید خود تنها میگیره و تنها میخوره که از امو فامیل خود اما ترسلی یقینا نمیشه دست. خب اما قسم ایده تیر میکنن بیچاره دیگه. خب شکریه جان خودت در اینجا امرای طفلایت هستی طفلکایت هم امرای دیده؟ بله من امرای دو طفل خود در اسلام آباد هستم و که از طرف پدر اولادا دیگه ما در اتک هم بودیم
خب شکریه جان، به خاطر که میریم به طرف یک تفریح که باید تفریح بگیریم، باز بعد از تفریح خب دوستان عزیز میریم به طرف یک وقفه کوتاه. بعد از وقفه پس برمیگردیم. گوش کنید که شور نخورین، باز هم با ما باشید.